שלום, שלום לכל המאזינים, ברכת שבת שלום מבורך, שבשורות טובות לעם ישראל ובעזרת השם יתברך, בשלושת השנים שאנחנו מטבלים על חורבן ירושלים ובית המקדש, שרצון שנזכה שיהפכו עלינו לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, יהפכו על עם ישראל לימים טובים בעזרת השם יתברך. דסטון ועזיזון, עמותון בשבת שלום. אני מאוד מיוחד, סוחן רמדאן, דר חסוסי, חדרי ישראל בעולם. סין דוד המלך, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות דמלה, כי משור זה כי אומות העולם میگون که خدای اسرائیل آنهای به پناه خود نگاه داشته، به اینها بسیار بسیار کارهای کلان و انعامهای کلان دادگی است. بعد ما چی میگیم؟ میگدیل هشم لحظات ایمانو از اینو سمیخیم. ما خودمون قدر خودمون نمیدونیم تا که گوی ما ماهای تعریف کرده بیان که شما بخناک بلیتان که شما خیل خدای بزرگوار داشتیتان، ولی ماهای اسرائیل خودمون قدر خودمون نمیدونیم. میدونیم که مرای رو بتای که یکی از نامایی که هستک با عالم برای قوم اسرائیل هن عمل و دادش کن و بگویم روی خشب. معنای این گوچه که 70 قومای عالمی که خدا آفریده به دنیا، 70 زبانی که هستک، قوم اسرائیل به طور خود ما گفته نمیتونیم که 71 قومان با عالم یکی از همین نام باشه اسرائیل. نه، 70 قومان عالم به یک پهلو ترازو، قوم اسرائیل به دوم پهلو ترازو. در همین سوال میپرسن علوم ترا میگن که چطور اسرائیل های یعنی قوم اسرائیل حساب کردن نمیشده در شماری 70 قومان عالم؟ چطور نمیشده گفتن که 71 قومان عالم؟ چطور این گفتن نکار که 70 قومان عالم به یک طرف و قوم اسرائیل به دیون طرف؟ معنای این گپ مرای روبوتای ما میفهمیم روی ماشال آدمی که میبیل ویستفکی صورت ها آدم میدرا میبینه که یک تا آدمی نقاش هم خیلی صورت خوشوی کشیده، آسمان، ستاره ها، آفتاب، مهتاب. دیون صورت میبینه درختزار، گلزار. سیون درخت میبینه آبشار. همه صورت های میبینه ویستفکی بسیار بسیار خوشوی. شما دارم بگیدون که برای روبوتای دوستانم عزیزانم همین صورتی کشیدگی یکم روز از روزها دیگه میشه؟ نه، یه خیلی که صورت کش همین صورت کشیده مونده، همون صورت یه خیلی کنه میشه میداره، ولیکن صورت خود از خود دیگه نمیشه. رنگی که بود هیچ وقت سفید نمیشه، سفید سرخ نمیشه. خیلی که صورت کش همین کشیده مونده همون طور به طور خود میشینه. ولیکن آدم که بعد بیستف که 70 صورتایی که دیده برآمده میبینه که یک آینه رو بروش به آینه یکم خودش صورت داره؟ نه، آینه همین که چی که نشان میده همونو میبینید. دوستان و عزیزان، خداوند تعالی دنیا آفریده، 70 قومان عالم به دنیا آفریده مانند صورت داریم. هر یک قوم به شکل و افسوسمان داده، هر یک قوم رنگی پوست و زبان داده. ببینید که 100 سالها گذره رنگشان دیگه نمیشه، رنگی پوستشان دیگه نمیشه، شکل سراوی رویشان هیچ وقت دیگه نمیشه. ماشاءالله میگره گریتان از افریقا آورده مانیتان سیبیر به 100 سال گذره، 200 سال گذره پوستش سفید میشه؟ هیچ وقت سفید نمیشه. گریتان آدمی اوروس از سیبیر برده افریقا به مانیتان 100-200 سال گذره پوستش سیاه میشه. اگر به دیگه قومان عالم قطعی نشه مواد بچه‌اش نیروش اگر قطعی شون مواد سیاه شوه، ولی که اگر روز به روزش مانه اگر هیچ وقت پوستی او سیاه نمیشه. گرچندگی افریقی گربش شدم که پوستش دیگه نمیشه، افسوسمانش دیگه نمیشه. همچنین مسلمان ها، تاجیک ها، تاتار ها، کریتا، تایلند ها، هر یک قوم به خودش یرشه افسوسمان داره دیگه جو بم برده مانده. اگر افسوسمانش اینا دیگه نمیشه، رنگی پوستشون دیگه نمیشه، چون اینا صورت خیلی خدا آفریده همه خیلی خیلی میمانه. ولی قوم اسرائیل دوستانم با ها صورت نیستیم، ما مانند آینه باریم. جایی که باشیم المو رنگ ما به راما میگیریم. اروز داشتیم اروسی یاد گرفتیم، رفتار اروسایی یاد گرفتیم، پریچاسکای اروسی، پوستی رنگ ما در رنگی پوست ما دیگه شو. آدمایی که ماشاءالله اروپا بمیشنن پوستشون سفید میشه. اسرائیلی که افریقا یعنی مراکو بشتن پوستشون سیاه‌تر شو. آدمایی که تیمان اشتن اسرائیلی ما پوستشون با سیاه این زیادتر. ما ایدانی بخاره در آسیا میانه شتیم، رنگی پوست ما زرچه مانندی ساکنانی آسیای میانه باریم. زبان ما دیگه، سراب ما دیگه، افسوسمان ما دیگه، چون ما مانندی آینه باریم. چی که میبینیم در به خود ما اینه جپیده میگیریم. اولین فرزند اسرائیل اول تا با آخره کجا میشتن
به محل اسرائیل. جای عالم به زندگانی نمیکردن، اسرائیل ها به طور خود محل داشتن. در بخارا محل اسرائیل ها بود، سمرقند محل اسرائیل ها، مراکو محل داشتن، اروپا داشتن. این هم محل جایی که نشته اسرائیل، عام اسرائیل باید محل به طور خود. چون دیگه قانون عالم شده نمیتونه. اسرائیل هم میگه جایی که شینه در آفتوسمانشه، در سراغشه، در رنگی پوستشه، زبانشه دیگه میکنه. ابراهیمی فرزند اسرائیل شویتی ادونای لنگدی تامید بودن ذکر. رو برای ما چی باشه؟ بعد نام خدا باشه. نام خدا که رو برای ما باشه، اگر ما بریم به عالم قوم نیست. چون نام خدا بالی سر ما، سایه خدا بالی سر ما که هستک رفتار ما دیگه، گفت زدمون دیگه، سراغ ما دیگه، نور شینا برای ما برق میزنه. ولی که بین امت عالم کشینیم، درب زبانشون یاد میگیریم، درب کار و کلیقاشون یاد میگیریم، همین آورین رفتار میکنیم. ابراهیمین دما توران میگه که فرزند اسرائیل به حسابی 70 قوم عالم درآمده نمیتونه. 70 قوم به طور خود به قوم اسرائیل دریجش به طور خود. ابراهیم مورای رو بتا بینیدم که رزویدکی عالم سمی نغزش از اونی که میباشیم روزش به دنیا رزویدکی اسرائیل. چوه؟ در وقتی که فرزند اسرائیل اوروسی گاوزنه، همه خیلی گاو مزنه که اوروز بهتر. اگر فرزند اسرائیل ازبکی گاوزنه، همه خیلی خوشوی و به اکسین گاو مزنه که ازبک خودش حیران میمونه که نخواد که مگه همه ازبک باشه. اگر انگلیسی گاو مزنه، انگلیسی هم بهترتر گاو مزنه. چوه؟ ما مانند آینه باریم. جایی که شینین در رفت خدا یاد میگیریم. این طرف اگر عربای بینیتان به رسول زدشونین، یافو به رمل به لود به اینا اوزه سیوم چهارم دور همسیم رو زندگانی کرده آمده ایستادین. به مکتبای اسرائیلی میخونن، ایوریتی گاو میزنن، کتوری ماها کار میکنن. یک بو کرتو بگویند در اوزه اکسینتی گاو بشه میفهمید که اوزه عرب دیگه چه. چوه دیگه کرده نمیتونه. صورت دیگه نمیشه. اسرائیل ولی که نام لوبای زبان با گاو میزنن، لوبای موزیک با بازی میکنن، چکری که بخوری هم میکنن. به کدام دایره که خواهید ما بازی کرده میتونیم. ابراهیم دوستان و عزیزان، ما که مانند آینه که هستیم، چه که رو دما نشان چند همون رو به خدا ما که به بر ما میگیریم باید حرکت کنم و دکار که بچه ما داری تو رو باشن. حرکت کنم و دکار که خانه هفته به شباب که انسان میریم بابا میان هفته کار کرده یک من هاروید، یک این تو کنیسا رفته، یک این تو اشته دیوری تو رو فهمیدن، یا رو بروی خالی ارونکود سکسی آمده سفر تو رو مچی کردن. چه بروی ما همه وقت باید نام خدایی باید باشه. اگر نام خدایی روی برای ما نباشه، اگر ترس خدا میری تو رو بدیلمون نباشه، اگر خاص بشلون ما دیگه قومان عالم بارون شده قدی فرش شده میریم. انا ببینم که فرانسه به امروزش میدونم که چقدر اسرائیل هر سال دیگه امتا تختی شده میرون، بین امتا میشینن. ادای بخاری ماهایی که ربطای 100 سالها ما در آسیا میانه زندگانی کردیم، ازبکا کتی، تاجیکا کتی، اوروسا کتی. اگر میلیون تا یکته اگر شوی اوروس یا شوی ازبک را باشه، یا یکته اگر زنی اوروس یا زنی دیگه اون دیگه باشه، این روزش به امریکا به انگلیس به دیگه جاها و به اونجا قطعی شده رسون چه رو برای ماها دیگه قومان عالم که میبینیم و همینا ما درو با مونده قدم میمونیم. ابراهیم دوستان و عزیزان، امروزش به که یکی از سوداهای وزینه که برداشتن اسرائیل به هیچ داتیا ارمنی میرفتین خواهد تو رو میخوانی اپاگیتا شده. اگر ارمنی چی میشه؟ ما میریم که 3 سال ما جانمای قربان میکنیم. اینا چشته میخوندیم نمیدانن که برای دوام قوم اسرائیل دوام یافتنش تورا خوام نکار که اگر تورا نباشه اسرائیل نیست. اسرائیل نباشه چی گفته اسرائیل میشنیم؟ ما اسرائیل آمدن ما زمینی پدران ما گفته آمدیم. اگر اسرائیل ماندن بشه هم بخارا میشتیم یا امریکا خیلی میشنن تا به امروزه وینه به میشنن آدم. ولی که ما اسیاندیم برای دولت پدران ما زمین اسرائیل روی شریعت اسرائیل زندگانی کردن. در باغچه ها تورا یاد نتیان، در مکتبات تورا یاد نتیان، ارمی به تورا یاد نتیان، اونیورسیت به تورا یاد نتیان. و اگر یبشه بخوره شیوه اشته اگر همینا تورا نخوانن و دل نیشی دوام قوم اسرائیل آینده قوم اسرائیل برای بدین دیانت ماندن است و برای هارا و شاهد و ماهل و حزان و شفار منه وقتگی برای ماندن است اگه جا میبرا. اینه مقصد اینا خوشی هم خیلی کسانین که
دین و دیانت میخوان از ماها برهم زدن. اگر این شیوه نباشه قوم اسرائیل نیست. برای این دوستان و عزیزان ببینید که ادعای اشکنازی ما یشوع دارن، یشوع پانویج دارن، یشوع خیبرون دارن. اینا هر یک کنیسه‌شون آباد. لوبوی کنیسه بنی برک، یروشالیم، گوجه که ندارید کنیسه‌شون آباد شده. یشوع هستک، یهودی هستک، تورا هستک. ادعای بخاری ما ببینید که تا الان دین روزه که یشوع بودک، یشوع شریعت سیون بود، یشوع اوراونر بود. بچه‌ها تورا می‌خوندن، همه کنیسه‌های ما آباد بود. هر روزی که شریعت سیون یفشه دستشون تنگی کرده که مشبه داری شایفا یفشه پولشون نرسید، یفشه مکتوبایی که محکم کردن، اوجه که کنیسه‌های بخاری به مدرای اوجه خراب، اوجه آله 10 سال نگذشته، یا 2-3 سال اگر شده باشه که اوجه یشیوهای بخاری ما کم شده رفت، اوجه در دوام 2-3 سال دیده ایستانیم که کنیسه‌های ما خراب شده رفت. من خودم باید هم باشه 2-3 هفته پیش به شما برآمد کرده گفتم که من شبات کنیسه رمله بودم. یک کسی فرق تورایی که پراشه 7 کس علیا میخوانن، 7 بچه برآمده خوندن. نه برای اون که تو بچه‌ها یاد گیرن. ها وقتش ما این کارهای میکردیم که بچه‌ها یاد گیرن دانشان روم شده بوده. یک تا بچه نیست که 7 علیای خونده تامه، یک تا پراشه ترگرد تامه. بزرگ یک تیش ریشونه میخوانه، یک تیش شینی میخوانه، یک تیش لیشی میخوانه. همونا بزرگ جیگی زده اگه بایا به پیش پاچه ها بچه ها میافتن که همینه یک تیاری بینیتن افته. چون ایشیوه نیست، عشق نیست، ترسی خدا نیست، میری تو نیست. خیل ما قوم اسرائیل مانیم. ارمدکار برای چی ارمدکار؟ که زمین مایه ما باید سرشته کنیم. اکی بکی برای چی؟ اگر برای تورا نباشه، اگر برای شریعت تورا نباشه، اگر زمین ارسال زمین پدران ما روی شریعت تورا زندگانی نکنیم اگر برای کی ما جان ما قربان کرده بجنگ برای کی زمین ارسال گفته. حالا شما میدونید که در جنگ یوم کیپور 1973 سال به یک تلوچ که ما پلین می افتاد به دستی سوریه به پلین می افتاد. بعدی سوریه می بیان همتون میدونید نامش می باشد نوحکت. همون بعدی اپلین برو آمدن برای 3-4 ماه اوی علیش کرده دیگه سعادتای داده اوی خریده میگیرن میبیو اپلین بچو میگرده. همه خیلی داتی میشه که همه اوی گنرال ها همه کماندی را سوال روشن میگو که دیونه شدی چی؟ چطور پسین افتاده داد شده اومدی یا مسلمان ها کتی حسن قرآن خوندی چی؟ گرام میشه میگو که من میگو عرب یک سوال پرسید میگو من جواب داده نتانیستم. چی پرسیدن؟ پلین به مگو من نگیتن مگو عذاب دادن دست پاچامه کدش کستن که گجا بای میکردی گجا خوندی چی پلان داری چی هنر داری. بعد مگو در پروز به مگو اما پرسیدن گفتن که مگو تو چه و به مقابلی با یعنی پروتی که ما تو بجنگ برامدی. من گفتم مگو چه خیل بجنگ چه خیل برامدم من اسرائیل میباشم اسرائیل زندگی نمیکنم برای شهر خودم دولت خودم وطن خودم محافظت کردن من برآمده به جنگ برآمدم شما عدد شما اینو خلاص کردم. میگه که کی بود تو گفته که تو این زمینی شد عرب پرسیده از لوچی که اسرائیل کی بود تو گفته که میگه تو این زمینی شما. میگه که خیلی این عالم میدونن کی میگه عالم میدونن کی گفته که این بود تو. میگه که تو را بنویستگی میرو همون عرب تنخه میبیاره نشان که میگه که گجا بنویستگی در با میکنه کتابی برشیت با میکنه که خیر خدا به ابراهیم ابین وعده داده که همین زمینه من به فرزندای تو به فرزندای اسرائیل میتیم. خیلی میگه این عرب به این لوچیک تو میگه به همین گفت باوری داری که میگه همین راستی گفت بابا این دروغ باشه بابا نگم آدم نویسته باشه و جوش میخواد میگه که ایبی میگه این خدا نویستگی این خدا به ابراهیم ابین گفتگی میگه این خدا به ابراهیم ابین گفتگی باوری داری شبات نگاه میداری نه کاشری نگاه میداری نه زنت میکره میره نه بچه ها دیشوا میخوانن نه چوه اگر مگه تو را امید باشه همیش امید اگر خدا نکرده مگه تو را دروغ باشه همیش دروغ زنش این زمین هم مگه زمینش کنه اینم دروغ گفت به همین گام مگه من دست به پیش اون زده گفتن که مگه یک عرب منه هم خیلی نصحت داده گویه که اگر همین کتابات راز باشه راو به همین ره اگر دیگه گفتایی نکنی دروغ گفته داشتی دروغ گوید آروا ایخیر این هست ایخیر درگاه ملومت ببراری برای این زمین برا به این زمین گفته چطور جان تو قربان کسادی. اول این دوستان و عزیزان بهتون که خدا ما فریب نیتیم خدا ما دروغ گوی نکنیم.
زمین ارسال گفته میخواییم ارمه رویم، زمین اسرائیل وطن ما گفته میخواییم محافظت کنیم. بچه این زمینی ما فرزند اسرائیل روی شریعت اسرائیل روی تورای اسرائیل این زیبنده، ولی که اسرائیل شده مانند اروسا برو زندگانی کنیم که اروس اصلا نکن. اسرائیل بشته مانند ازبکستان باز زندگانی کنیم، روی تا ازبکستان زندگانی کنیم. تا برای این شده ارمی رفتن نکر نیست، برای این شده جان قربان کردن نکر نیست. این دوستان اول تورا، اول بچه به تورا ارزانی کردن نکر که چون که ما آینه می باشیم. اگر رو برای ما ترس خدا باشه، در رو برای ما آینی اگر خدا نام خدا باشه، در آن وقت نورش اینا خدا در ما مسکن گرفته، ما از دست دشمنان خلاص میکنه. چون که 100 سالهای گالود ما بین امت عالم زندگانی کردیم، ارمه نداشتیم، هیچی نداشتیم، ولی خدا داشتیم. خدا ما در پناه خود نگاه می‌داره به زغوتی چی؟ به زغوتی تورا خواندن قوم اسرائیل. برای میتونم که به تورا چسبیده باشیم. فرزندایی که با عسکری هستن هم ساق و سلامت بیان، و هم آدمایی که راه گم کرده خداوند تعالی توفیق ده برای شما محسن تویم کردیم کنیسای ما آباد شه و یه شباه ها آباد شه و ایراتون بهر زندگانی به سلامتی زندگانی کنیم با امدنی ملک مشیخ برزهای نیکی روشان خداش ارزانی کنه. آمین و آمین. به همتان شبت شما مبارک. بنده شما از صمیم دل دوست عزیزتان هلال بن مناخیم خیمو.